متر و نگاه کنید کوه تراشیدن تا آخر. اینجا عنصر آهن و طلا هست و با با رگه هایی از کوارتز که کوارتز اینها رو در خود حل کرده. اینا کوارتزه و این اکسید آهن و کوارتزه. این مجموعه ای که ما اینجا داریم اینجا طلا و آهن هست. اون موقع هم اینجا کارگاه هایی زدن، حالا چند صد سال یا چند هزار سال پیش بوده نمیدونم، لایه های از زغال که از زیر زمین بیرون اومده، حالا اون جدید هست، از زیر زمین بیرون اومده، لکه های سیاه، اینها کوره هایی درست کردن، کوره های کوچیک که با این روش بتونن آهن رو از زیر زمین و طلا رو استحصال کنن. و جالب اینه که من چند بار اومدم قبلا که تجربه ای نبود، فکر میکردم اینا این کوره ها برای پخت سنگ ساروج بوده، ولی بعد اینکه بعدم با زمین شناسی آشنا شدم و چند سالی هست دیگه توی این حیطه تجربه دارم، متوجه این شدم که بله این برای این رگاه های آهن و طلا بوده و اونا هم زغال به خاطر آمالگام کارشون بوده، با روش ذوب از طریق زغال استفاده کردن و طلا و آهنشون رو جدا سازی کردن. موفق